خیلی ساده و مختصر اگر بخوایم در خصوص حبودها و شرفها با هم دیگه صحبت بکنیم، معنی اصلی شرف و حبود اینه که هر کوکب از 7 کوکب قدیم و 2 سیاره خیالی به عنوان راهو و کیتو که صحبتش رو در به اصطلاح نجوم هندی به کار بردیم که به عنوان رأس و زنب در نجوم اسلامی به اصطلاح به کار برده میشه، همه اینها در یک برج خاصی از منطقه البروج که حالا صحبتش رو کردیم، ما 12 تا برج داریم که نسبت به ثوابت قراره که اینها رو در جلسات آینده صحبت‌های بیشتری با اینها بکنیم و بیشتر آشنا بشیم، ولی خب به تبع مجبور شدیم که به خاطر ورود به احکام نجومی این قضیه رو پیشتر بگیریم و بنده به نوبه خودم تعریف مختصری از حبود و شرف برای شما تعریف بکنم، یعنی معنا بکنم برای شما، و اون اینه که هر سیاره‌ای در یک برج خاصی شرفگاه داره. یعنی چی؟ یعنی در بهترین حالت خودش قرار میگیره، در قوی ترین حالت خودش قرار میگیره، به قول معروف مثبت میشه و 6 برج بعد شرفگاه خودش میشه چی؟ میشه حبودگاهش. یعنی چی میشه حبود؟ یعنی ضعفش، یعنی کم انرژی، یعنی منفی. و به تبع در شرف منصوبات مثبتی به خودش میگیره و در حبود منصوبات منفی به خودش میگیره و این به این معنی هست که مثال میگم، مثال کوکب شمس، یعنی سیاره شمس در برج حمل، از لحاظ نجوم اسلامی میگیم که در 19 برج حمل چیه؟ شرف داره. خب و همه در این موقع میریم اعراض مختلف مینویسیم، ادیه نویسی ها میشه. مثال میگم شرف شمس روی نگین انگشترها نقش میشه و خیلی خوب و نیک و یمن میدونیم این کار رو. خب و برعکسش الان در برج شمس در برج میزان قرار داره. خب و این حبوط شمسه و این به تبع میبینیم که ایام هم سردتر هست، یعنی فصول سال هم نشونگر این موضوعه و ضعفترین حالت خودش رو داره، به قول معروف از انرژی خودش کاسته شده، حالت منفی داره. یعنی بخوایم منصوب بدیم منصوبات منفی باید بهش بدیم. یا قمر رو در نظر بگیرید، قمر در برج ثور شرف داره، در برج عقرب حبوط میشه. وقتی حبوط میشه چی میشه؟ بهش میگن قمر در عقرب، یعنی بده. و وقتی که قمر وارد برج ثور میشه چی میشه؟ به اصطلاح میگیم که این روز خوبه. چرا؟ چون شرف قمره، چون ذهنها بشاش هستند، چون اوضاع خوبه. و برعکسش در حبوط صحبت میکنیم که مثال میگم رعد و برق هست، هوا خرابه، نمیدونم اوضاع مساعد نیست و حالا خیلی احادیث داریم در خصوص قمر عقرب که همه اینها بماند برای جلسات آینده. صرفا این جلسات ضبط شد، جزوه برای شما آماده شد و این صوت توضیحات که برای شما ارائه دادم صرفا به خاطر این بود که شرف و حبوط رو درک کنیم و جایگاه، در واقع خاستگاه شرف و حبوط هر سیاره رو یادداشت بکنیم که فراموش نکنیم، چون همه احکام نجومی وابسته به فاصله گرفتنها و نزدیک شدنهای کواکب به حبودها و یا شرفهای خودشونه.